عادتهای خوب، عادتهای بد. عادت چجوری به وجود میاد؟ این هستش که ما برای بار اول کاری رو انجام میدیم. اگه ما بار منفی قضیه رو بخوایم در نظر بگیریم، برای بار اول کاری رو انجام میدیم که مثلا میگم مثل همون سیگار کشیدن است که ما علاقه به اون کار نداریم، ولی چون مکررن این کار تکرار میشه باعث میشه که طرف رفته رفته اعتیاد پیدا کنه و اون اعتیاد و اون تکرار شده کاری که تکرار بشه تبدیل میشه به عادت. چون که اون تکرار شده تبدیل میشه اون عادت. خب حالا میخوایم عادت خوب رو بررسی کنیم و حالا عادت بد رو با هم بررسی کنیم. عادتهای بد که مشخصه، زمانی که ما به کارهایی دست پیدا میکنیم که اصلا به اون علاقه نداریم، ولی چون عادت شده و تکرار شده این عادته به وجود اومده. عادتهای خوب باید جای عادتهای بد رو بگیرن. مثل چی؟ عادتهای خوب مثل ورزش کردن، کتاب خوندن، سر تایم خوابیدن، متعهد بودن به خودمون. زمانی که ما به خودمون متعهد میشیم باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ این هستش که ما در طی اهدافی که داریم باعث میشه که ما این عادت تبدیل بشه به یک عادت خوب. پس عادتهای خوب باید جایگزین عادتهای بد بشن. عادتهای بد اگر ما اینجوری در نظر بگیریم، عادتهای خوب رو در نظر بگیریم سود به ما میدن. عادتهای بد رو در نظر بگیریم به ما زیان میدن. پس چقدر خوبه که ما دنبال سود باشیم و عادتهایی رو در پیش بگیریم که به ما سود بدن. همون عادتهای خوب رو سرلوحه کار خودمون به اصطلاح در نظر بگیریم. ورزش کردن، این که اگه ما بخوایم خلأ خودمون رو، مثلا طرفی که مثلا این مصداقی که من حرف زدم گفتم که این سیگاره یا هر چیز دیگه مشروبه، این شما میخوای خلأ به اصطلاح میخوای اون کار انجام بدی، بدتر تو رو افسرده تر میکنه، روحت رو از بین میبره. ولی اگر ورزش باشه، زمانی که من خودم افسرده باشم برم باشگاه، مثال میگم باشگاه بدنسازی، این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ نه تنها من دیگه افسرده نباشم، بلکه باعث میشه که حال من بهتر بشه. پس باید به این نتیجه خودمون برسیم که عادتهای خوب باید و حتما جایگزین عادتهای بد قرار بگیره.